سلام بچه های عزیز، با یک آموزش دیگه اومدم خونهاتون. بچه این تلست مناسب برای افرادی هستش که طرف غرورشون رو شکونده، با شخصیتشون بازی کرده، ناراحت کرده اونا رو. ما میخوایم با این تلست کاری کنیم که شخص غرورش رو بشکنه و زیر پا له کنه و بیاد سمت ما. برای این کار روی تیکه کاغذ مشخصات شخص رو مینویسین، تاریخ تولدش رو مینویسین، اسم مادرش رو مینویسین. بعدش میذارین داخل شیشه و یخ روش میریزین. حتما ظرفتون باید شیشه‌ای دربدار باشه. یخو من ریختم توش. بعدم مقداری دارچین میریزین به این صورت و درب ظرف رو میبندین. بعد که درش رو بستین یه جایی میبرین و قایمش میکنین. مواظب باشین کسی نبینه. بعد از اینکه برگشت هم تمام محتویات رو داخل سینک خالی میکنین و کاغذ رو هم میندازین دور. حتما خبر بدین، کامنت بذارین. متشکرم.